جانم، من تو را از جان شیرین دوست تر دارم. با خدا ثنا بگویم تا تو را دارم. از توی تو ای سبزم ای بزرگوارم. ای پدر جانم، از همه خشم و خطر باشی نگه دارم. از همه علم و هنر کردی خبر دارم. خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم. ای پدر جانم، از همه خشم و خطر باشی نگه دارم. از همه علم و هنر کردی خبر دارم. خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم. جان پدر جانم، سر و رویت را ببوسم از دل و جانم. من تو را در روی. السلام علیکم، سلام دوستان عزیز بیننده های ما. امروز ما در خانواده انسان هایی که فرهنگ و معارف را دوست می دارند و برای نسل نورس طور چندین سالها علم آموختند. در خاندانشان باشد انسان های بازی یا انسان های با فرهنگ زندگی می کنند. آن فرزندان را به راه تعلیم آموزانده برای خلق و وطن خدمت می کردگی انسان ها را به وای رساندند. در خانواده وفاق الامک امروز مهمان هستیم. در خانواده قادره و معلمه دوست داشته من ادیبه معلمه مهمان هستیم. امروز جشن زادروزی پیمانک 32مین بهار خود را جشن گرفته ایستادند. امروز تبریکات را از نام پدرشان وفاق الامک، مادرشان معلمه قادره و از نام خواهرشان زیلایتی، از نام همسرشان سروین زایتی و من جایتی از نام خواهرشان تبریک میکنیم. همراه شما با هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان سلامت باشید. السلام علیکم پدران عزیز، مادران مهربان، خویش و تبار دوستان نزدیکان. السلام علیکم عزیز دوستlar. barcha laringizda payvonaka xonadoniga xush kelibsizlar deymiz. Qadamlaringizga sanoatlar. Assalomu alaykum do'stoni aziz. Hamma ishmoylar va zodro'zi payvonaka xush omad etadi. Va xonavode ustod و خانواده آن مردی که تمام عمر خود را برای تعلیم دادن فرزندان بخشیده کردند. وفاق الامک خوش آمدید. برای ما لازم است وفاق الامک معلمه عزیز ما قادره و برای شدن قرصک میزنیم یعنی پیوانک و نزدیکتر میستیم. سرمنزدی مرحمت از ترسیدیم شما. زادروز مبارک باشد. مرحمت. السلام علیکم. استاد در نزد شما، در نزد وفاق الامک، معلمه‌ای که برای ما سخن گفتن را آموزاندن، سخن کردن برای ما دشوار است. عذر می‌پرسیم اگر خطاگاه باشد. اولا هر دوی شما را تبریک میگوییم. برای شمایان 32مین میلاد عمر فرزند مبارک باشد. شمایان چنین فرزند را تربیت کردید که نام خودشان را با تاریخ با نام‌های نیک با حرف‌های زرین مهر کردند. انسانی که هر آن انسان ها نامشان را مهر میسازند. البته در آغاز سخن باید گویم که پیمانکه حصه گذار نیست کار ما هستند. اگر پیمانکه همین شبکه های اجتماعی به راه نمی‌کشادند اینقدر این جامعه شهنان ترقی نمی‌یافت. از تمام دنیا ما رو می‌بینند طریق همین وایفای پیمانکه. این همون تربیه نیکی وفاق الامک است. تربیه نیکی استاد ما قادره و است. مهنتی حلال کردید. استاد آموزگار نام دارد که فقط مهنت های حلال کردید. سه فرزند عزیز را خواندید. صاحب علم، صاحب کسب و کار کردید. البته پیمانکه چنان انسان هستند که فرزند اصیل، پدر مهربان،
و در خاندان یک انسان ابرمرد خاندان هستند. همیشه صحت سلامت باشید. حاضر تا آمدن معلم با امر تقدیر در قلب من یک مصرع‌ها آمد و خواستم همین مصرع‌ها را کافتم و یافتم زودی. میخواستم برای پیمانکه رسانم که نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است. نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است. لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. آدمی ذات اگر به ادب است آدم نیست. فرق بین آدم و حیوان ادب است. انا همون ادب، انا همون علم، تعلیم، تربیت و انسانیگری در شما هست. پیمانکه در جاده کاری بلند پروازی ها را برایتان تمنا میکنیم. همیشه صحت سلامت گردید. اینا ببینید که در جشن زادروزتان همه انسان های به دل نزدیک برای تبریک شما آمدند. همیشه صحت سلامت گردید. این همش زحمت همین پدر مادر است. امروز البته در قلب پیمانکه چنان خوشبختی هست که میگوید اگر خواهی شوی سرور دعا گیر از پدر مادر. بیا بی بام و نام و در دعا گیر از پدر مادر. سیاه ابری همه غمها پریشان می شود یک سو. بخندد بخت تو یک سر دعا گیر از پدر مادر. امروز وفاق‌العمل شما آیله نمونوی هستید برای آیله هایی که نو آیله بستن. شما را مثال بیاریم می ارزد. الان جای شما را پیمانکه گرفتند. پیمانکه را سلیم نازایتی را فرزندانشان را مثال بیاریم می ارزد. انسانی نیک، انسانی که با مهنت های حلالشان به چنین درجه ها رسیدند. با دعای نیک پدر مادرشان به چنین درجه ها رسیدند. همیشه صحت سلامت گردید. زادروزتان مبارک باشد. بخواهم آسمان ماند برآید. زمانی گلفشان ماند برآید. بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برآید. میگویند جلایتی منیجایتی از همه خواهران شمایان رو تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت گردید. با این آیله نیک شمایان چشم نرسد. همیشه در دل و دیده مردم باشید. همیشه موفق باشید. نام اهالیک را بالا بردارید و البته در هر کجا نام شما را با حرفای زرین مهر سازند. زادروزتان مبارک باشد. اگر مهمانان دستمان خالی باشد یک تا برایشان پرسک زنیم. زادروزشان مبارک باشد. هزار رحمت. وفاق‌العمل امروز همه دعاهای شما مستجاب شده ایستاده است. خوشحال که یک تا فرزند را تبریک کنیم. مرحبا. السلام علیکم دوستان عزیز، میهمانان گرامی، خدای عزیز، دوست عزیز، عزت جان، سلامت، همتون خوش آمدید. من امروز خیلی خوشحالم که در روز تولد فرزند عزیزم پیمان جان بهترین دوستایش همکارای عزیزش سالهاست که با هم کار میکنن و در جاده همین وایفای و استلیکام زحمت میکشن برای خلق مهنت میکنن و برای بهبودی همین دیار عزیز خودمون و بهبودی دیگر دیارا خدمت میکنن. خسته نباشن میگم. و مولانا یک شعر دارد میگوید که دنیا همه هیچ، اهل دنیا همه هیچ. ای هیچ برای هیچ بر هیچ متیچ. دانی که بعد عمر چی ماند باقی، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. من میخوام که همین مهر و محبت در بین کلون عزیز، در بین اهل عائله، خویشاوندان، اولادان، اهالیک عزیز، اهالیکیان عزیز همیشه مهر و محبت پایدار باشد. از یکدیگر باخبر باشند، دستگیری همدیگر باشند و آینده رشد و پیشروی همین دیه عزیز رو میخواهند. ممنون از اینجا، سلامت باشید. رحمت، هزار رحمت، تشکر. در حقیقت همین پیشکشی در آمد در نزد دروازه گفتم که چنان در خاندان من فخر میکنم که در اینجا اشتراک کرده ایستادم که سخنران ها هستند. هر مصرع هایی که از زبان وفاق‌العمل برآمد در نزدشان معلمه ما تکرار کردند. میخواستم اکنون آن سخن‌های قلب معلمه را شنویم. مرحمت.
تشکر شاگرد عزیز حسین جان. توفا شاگردی که در حیرت گذارد استاد رو گفتیم. من حاضر فکر میکنم که در سخنرانی بهترین هستید. تشکر. السلام علیکم مهمانان عزیز، خداهای عزیز، همه مهمانانی که از طرف پیمان آمدند، کارگران، همکاران، همه شما را امروز به درگاه همون خوش آمدید میگویم. نوری دیده تاج سر شد منور از قدوم دوستان. کاشانه ام خانه فانوس است و مهمان شمع و من پروانه ام. امروز در خاندان ما روز خرسندی است، روز خرسندی، روز تولد پسر یکه و یگانه پیمان جان است. من چی میخواهم برای فرزندم؟ بهترین ها را میخواهم. پیش از همه سلامتی، عمری با برکت، همه وقت با همین یار انتخاب کردهش، با زوجش خوشبخت باشند، حضوری همه فرزندکاشان بینند. چه آرزوهایی که در همین دل جوانیشان دارند جامعه عمل کشد. برایشان فقط روزهای نیک را میخواهم که پیمان جان، من این به گفت شاگرد ما شاید همین محصول مهنت ما بوده است که من امروز شما افتخار همین اهالیت هستید. پیمانم در کل دولت مثال بسیار به مردم خدمتش رسیده ایستاده است، شما هم نیست. الهیم همه وقت همه خیل در پیش باشید، پیش صف باشید، همه وقت پله‌های بلند را فتح کنید. و شما همه وقت موفقیت میخواهم در زندگیتون، در خاندانتون، در کارهایتون. بهترین ها را آرزو میکنم. همیشه با اویلت خوشبخت باش پیمان جان. سلامت باش، زادروزت مبارک باشد عزیزم. ای رحمت، سلامت باشن. تشکر، هزار رحمت. معلمان نظر آورد دوام میکنن. مرحمت. السلام علیکم مهمانان، خوش آمده. پیمان زادروز مبارک. الهی 100 ساله شد. همه وقت خوشی های زندگی، همه وقت هم در دل چین آرزوی هوس که داری همش عملی گرده. یکم سلامتی میخواهم، با کلیما خوشا پیشتره در دل چی آرزوی هوس که داری جامعه عمل کشد. در دنیا چه خوشی های زندگی وجود دارد همش برای تو. زادروز مبارک. رحمت، سربین نظایتی. مرحمت. السلام علیکم همه مهمانان، خوش آمده. پیمان هم وقت ساخت سلامت باشن. وقتی هم مهمونده من چی گفتنیم؟ موهان 4 کانال داره. رحمت، هزار رحمت. بازی من فرزندان تبریک بکنن داده جانشان. مرحبا. رحمت رانا بانو مخلصه بهترین ما ویدیورالیکاش هست من به خودتان من نشون میتیم. مرحمت. آقا جان تبریک میکنم، صد بدرسه خوب سلامت کرده. آقا جان تبریک میکنم، صد بدرسه کسر نشه، خوب سلامت کرده.
السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید به درگاه پدر و مادرم. من امروز از نام خودم، از نام اهل عائله‌مان، برادر عزیزم رو با این روز زادروزشان تبریک میکنم و برادر عزیزم عمری دراز، صحت سلامتی با همراهی انگلمان شکر شوند، حضور فرزندشون کنم، هیچ وقت کسل نشوند. زادروز مبارک. تشکر. سلامت باشد، مبارک باشد، زادروز مبارک. حاضر تا آماده کردن سرود شهنام جان همنام استودیوی ما یک سرود میگذاشتیم، یک جای میرقصیم، خرسندی میکنیم. البته تبریک قلوچی دوستlar bo'lsa agar marhamat davraga taklif etamiz. Kezir zanam az nomi jo'raxon. Farruh aka az nomi Xeshu Taboq, az nomi do'ston, jo'ralar nomida. Do'st bo'lsang yonimda tur, guftagi gap است. Marhamat. Assalomu alaykum. Do'stu qarindoshdir azaldan, do'stu qarindoshdir azaldan, o'zbegim tojik bilan. Do'stu qarindoshdir azaldan, o'zbegim tojik bilan. İkkisi bir bayt g'azaldan, o'zbegim tojik bilan. Tata qarsaki baland zane tom paymon. Dargohi paymonjoni azizam ba. Dodari qiyomatim ba, qiyomatlik do'stim. Bittagina ukam, topomni amonati, Salimjon amakimni g'animati, kelin bilan qo'sha qarasin. Dargohiga to'y bo'lsin, tomosha bo'lsin. Men Allohdan so'rab turibman. Mana shu dargohni hurmat qilib kelganlarni hammasini Alloh hurmat qilsin. Ilohim, borlaringizga shukr. Borlaringizga shukr, qadamlaringiz hasanot. Baroy Shumonjon sadqa. Ilohim sog' bo'shiton, salomat bo'shiton payvonjoni aziz, xasta naboshed. Husaynjon shogirdi aziz, sog' bo'shid, salomat bo'shid. Rahmat kalom. Hazar rahmat. Farruh aka tashakkur. Mehmon az Jumhuriy Barodari Tojikiston. Mizrovaka. ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت، یک لحظه شاد و مسرور و بیغم بودن غنیمت. عمری روان روان است، خواهیم یا نخواهیم، صد شکر زندگانی بیغم بودن غنیمت. السلام علیکم. به شهر قندمند ما خوش آمدن. مرحمت. همه شما دوستان عزیزم در این درگاه مقدس مبارکباد میگم. ما با برادر عزیز هم سبق هستیم، هم کورس. با پیمانجان اکنون دادرزاده ما هستن و ادیبخان هم کورس هستیم. و قبلا پیش از پیمانجان وفا جان و ادیبخان به همین روز مبارکباد میگم. و دست به دعا می‌برداریم که پیمانجان عمر دراز با برکت نصیب کنه. و از نام بزرگان میگم که اله و دولتت پیوسته تا روز انتخاب بوده. این باغ مرادت در شکفتن هر سبا بادا. اگر مقصد طلب داری حق دهد هر دو عالم را، به هر جای قدم آنی نگهبانت خدا بادا. و پیمانجان گفتنی هستم که خدا که در زندگی پیمانش در اصل بزرگ باشد. و وفاجان عزیز همین تمنا دارم که پیمانجان یک به برکه باشد. خداوند نگهبانتان باشد. و کوی و سرمجان هم میگم که شکرانه کنند که البته دخترشون بزرگ است. میگن که در دیوار جهان خود در دیوار زن است. این وفاجان ممکن از طرف زنها ممکن اینقدر بزرگ شدن. در دیوار جهان خود در دیوار زن است. کار دنیا همه در پیروی کار زن است. گر علی زیر زمین یا با فلک خیمه زنی، هر کجا مردی بزرگ است گرفتار زن است. و برای همین برای شما همسرای عزیز شما مبارکباد میکنم. خدا نگهدارتان باشد. مبارک باش و همه کل دوستان آهنی. از رحمت تشکر. سیابان باشم. چخاله که در اینجا سلام نزدیک گفتن که ما 4 قنات داریم، 2 پدر و 2 مادر. میخواستیم از
استاد صنعت سلیم جناب کجا رفتن؟ اصلی دینکن تکلیف ایتم است ارگوتن حاکم ارود باسره مرحمت السلام علیکم اصلی دینکن مرحمت السلام علیکم Assalomu alaykum. Avvalambor taklif uchun rahmat. Paymon akamizni yaqindan bilamiz. Ko'pdan beri birga ishlab kelyapmiz. Mana xonadoniga tashrif buyurib, oilasini, dadasi, ayollarini, oilalarini ko'rib, ularning juda ahilligini, qo'ni qarindoshlarini ahilligini ko'rib, yana Paymonni bir marta bir hurmatimiz oshdi. Tumanda olib borilayotgan faoliyatlarga ham muvaffaqiyatlar tilaymiz. Tumanga qo'shayotgan mana shu hissalari uchun ham rahmat aytamiz. Kelgusida ishlariga oilaviy xotirjamlik tilaymiz. Omadingizni bersin. rahmat. Patron شیرینی رو میخواستیم نزدیکتر بیارم. برتبر تارکا رو یک جای پیمانکه همراهی نزدیکان شیرینی رو میبریم. سر نزدیک نزدیکتر میستیم. معلم مرحمت و البته وفاقنامه همه ما یک جای شیرینی رو میبریم. از آن قبول میکنیم. زادروز مبارک باشه. مرحبا. البته استاد عزیز سلیم جان غیاثov افسانه نوروز زبان ما هنرمنده که برای تمام مردم ازبکستان و تاجیکستان خدمت کردند. استاد صنعت هم در سرایندگی هم در سخنرانی. استاد السلام علیکم مرحمت. السلام
alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Bugun davramizga xush kelibsizlar. Mana bugun Paymonjonni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Paymonjonga, oilasiga, ota-onasiga, farzandlariga sog'lik, salomatlik tilab, ishlariga fayz barakot, hamisha sog' salomat bo'lib, oilasiga bosh qosh bo'lib yursin iloyim. Baxtiga ota-onasi ham hamisha sog' salomat bo'lsinlar. Nima niyat qilgan bo'lsa, Xudoyim taolo niyatiga yetkazsin. Hamyakaton aznomi oilai Vafaquljon dodari azizam, aznomi oilai Adiba bonu kelinamo, xushomadeton har qadamhoy monday shimo, nuri dida bu toji sarimo. Salomat bo'lishdan xushomaded. Hazor rahmat, tashakkur. Bilamidki, Ustod aziz nabira ham surudxoni را دوست می داشته است. شهنام حاضر یک سرود تیار کرده است برای همه پدران، نه فقط تنها برای خودشان، برای همه، هم پدر و هم باباها. سرود پدر تیار باشد اگر مرحمت. ای پدر جانم من تو را از جانشین دوست دارم
خانواجان عزیز السلام علیکم مرحبت. السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید و در گوه دولرکی عزیز من و پاکور پیمان جون اجازت یک باعث تولد تبریک جمعیم گلو که خوش پیر شده پیری به دولت شده حضرکوف نگی و کیلی و پاکلوکان سلیم جون سرایو همین خودتون ساک و سلامت باشه حضرکوف نگینم همین خودتون با اولا سلامتی بعد بخت بعد پینجی بچه خودتون کلون شده 120 ساله شده هموتون پشتون با منه پیری به دولت شده مهمونکای عبدالو نزید آمدگی خوش آمده به درگاه داداری من هموتون ساک و سلامت باشه پیری به دولت شده هموتون گذاری نقص نصیب کنه رحمت کلون از رحمت و اکرام میرخصیم پیمانکم جوره هم تکلیف میکنیم خوش سوار تکلیف میکنیم یک جوی میرخصیم زاد روزتان مبارک باشد مرحبا.
Agar menga mana shunaqa xo'jayin bo'lganda bilasizmi nimalar qilardim? Afsus, afsus adash. Ilyommen. Xonadoningizga to'y tomosha yaxshi. Hech qachon shu el nazaridan chetga qolmaydi. Allohu akbar. اینک عزیزان دل بیننده های ما امروز در خانواده آن نفرانی که فرهنگ و تعلیم را انسانیگری را برای نسل نورس می آموزند تا حال در خدمت مردم هستند. در خانواده وفق المک، در خانواده استاد عزیزم معلم قادر و مهمان شده فرزند عزیزشان را در 32مین بهار عمرشان تبریک کرده لحظه های خرسندی را طریق آینه نیروگین پیشکش شمایان کردیم. با ما باشید، با شبکه شهنام صحتمند و سالبلند باشید. تشکر. رحمت، هزار رحمت. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر. رحمت. سلامت باشید. خوش آمدید.